کلیپ رو تا آخر ببینید، حتما به اطلاعاتتون اضافه میشه. آقا این 7 تا نرخ مقدس دلار، 1 و 2 و 5 و 10 و 20 و 50 و 100، همشون هم 2021 هستن. سازمان بی پی که وظیفه توزیع و پخش اسکناس فیزیکی داخل ایالات متحده آمریکا رو داره، اومده 12 تا منطقه رو مشخص کرده برای توزیع اسکناس. واقع بوستون شماره 1، شماره 2 میشه نیویورک، شماره 3 میشه فیلادلفیا، شماره 4 میشه کلیولند، شماره 5 میشه ریچموند، شماره 6 که خیلی کمیابه میشه آتلانتا، شماره 7 معروف و مقدس شیکاگو هستش، شماره 8 سنت لوئیس، بعد مینیاپولیس، بعدش کانزاس، بعدش دالاس و ال12 که خیلی داخل ایران هست سان فرانسیسکوه. خیلی $1 و $2 با مهر فدرال حروفدار و شماره آی 9 L12 مشخص میشه. اما تو باقی اسکناس ها مثل 5 و 10 و 20 و 50 و 100 با یک حروف و یک عددی که من اینجا دارم براتون میکشم مشخص میشه.